ساکنان شهر ترسونزاده جشن 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای خوب و افتتاح یک چند انشاءات حیاتاً مهم استقبال می‌نمایند. در محله چهارم کوچه 15 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان یک بینای 7 آشیانه که عبارت از 54 حجره میباشد از جانب صاحبکاران وطندوست و آبادکار عبدالملک باقیوف، نیکروز خوجایف و دلبر محکمه و قامت افراخته است. باید قید نمود که ساختمان این بینای 7 آشیانه از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود نیول ساختمان سال 2017 با جلب بیش از 50 نفر کارگران آغاز گردیده به طور زمانوی ساخته شده است. البته استقلال ما استقبال ما شکرانه از آن میکنیم که ما هم خیلی وطنی آباد داریم، آزاد داریم. فرزندای ما خوشبخت هستند در این وطن. باز یک چیزی خرسند آور که کجای وطن و کجای شهرمان به نگاه نکنید اونجا به ساختمان آبادی رفساده است. مینتداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیان میکنم، زیرا ما همه خیلی وطنی آباد داریم. ما آرزو کردگی بودیم که همه خیلی وطن و زندگی کنیم. در صحن این بنا میدانچه ورزشی، جایهای استراحتی برای باشندگان و در قبط اول مغازه خوراکواری ساخته شده است که باز 10 نفر صاحب جای نوی کاری می‌گردند. ساکنان شهر ترسونزاده قامت افراختن انشاءات مذکور را نتیجه صلح و ثبات کشور و ثمره وحدت ملی ارزیابی کردند. برای در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 27 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر ترسونزاده باز یک چند بیناهای استقامتی بلند آشیانه، مرکزهای خدمت رسانی به استفاده داده می شود. در شهر ترسونزاده امروز کارهای آبادانی با مرام ادامه دارند. از نوسازی راهها، بنیاد انشاءات‌های فرهنگی و معیشی، تنظیم نقلیات نیز به راه مانده شده است و نگفته نماند که تمام شهروندان با دست و دل گرم این احساس کرده شهر خود را آباد و زیبا کرده ایستادند. صاحبکاران وطن دوست کشور در کوشش آنند که برای آبادی و سازندگی یک گوشه وطن سهم ارزنده خود را گذارند.